سلام علیکم آقا. امروز اومدیم ببخشید من یکم صدام گرفته مریضم و اینکه دوباره مریض شدم. این همون ویدیوهای اوله بود. و اینکه بچه ها اگر دیده باشید من یه حرفایی زدم به صدا سیما و چیز واقعا نباید این کارو میکردن. و اینکه آره حالا خیلی مهم هستش ولی خب باید حرفای اینا رو نادیده، اصلا نباید بهش حرفاشون توجه کرد. حالا اشکال نداره. خب بچه ها این چیز جدیده اومده. این من نمیدونم چرا انقدر دوستش دارم. میخوام برم اونو بازیش کنم ببینم هیچ که رفیقام آنلاین نیستن. نه هیچ که آنلاین نیست. خب من نولش کن دیگه همین دیگه. چی میخوام بچه اگر یه دونه اتچ اسمش چیه اچس میخواید به من بگید حتما. حالا دیگه نشون نده دیگه نشون نده. آره دیگه اتچ دیل میگم اتچ چیزا الان میرم باش بازی میکنم بهتون نشون میدم چجوریه. و اینکه آره دیگه بچه من واقعا تسلیت میگم دیگه. همه منتظر بودیم تا 40 بقیه تموم بشه، 40شون برسه، بعدش دیگه شروع کنیم به فعالیت کردن. و اینکه آره دیگه بذارید من این چیزا رو بگیرم. بچه میگم من مریضم. یکم سرفه میکنم و اینکه خیلی بهترم، دارم عالی میشم. یه دونه از اینا داد. خب من یه دونه سیپی دارم خرجش نمیکنم. چی دادی؟ او خوشگل بود. من بچه تا جوایزو میگیرم شما یه لایک بزنید به ویدیو. خب بریم بچه. Let's go. اینجاشو میدونید که من خودم سانسور نمی کنم. هم بیشتر کالا پلیرها سانسور میکنم ولی تنها کسی هم که فکر کنم سانسور نمی کنم اینجا رو. نمیدونم چرا کرم دارم. خب دیگه اینجا رو باید چیزش کنم، کاتش بزنم، خیلی طول میکشه. خب آقا اومدم. خب بچه بپریم کشتی یا بپریم اینجا؟ من حس میکنم کشتی دهنمون سرویس میشه، پس بپریم اینجا، یعنی اینجا، چون که اچس هم اصلا خداست. اینجا هم که انمی زیاد میاد. الان نیومدش. من همیشه تو ویدیوها ضایع میشم. فقط یه بار اون موقعی که اینترنت ها رفته بود. ای وای لگم. و بچه اگه آموزش اومدن تو کالافو میخواید حتما بهم بگی. حتما من چون که الان ویو هم خیلی پایینه، خب باید به من بگید. خب یه دونه کامنت میخوام. اگه باشه که بود، نبود که نبود دیگه، چون کاری باید بگید. البته دیگه همه اینترنت رو وصل شده دیگه، فقط ایرانسل یکم مشکل داره. همراه اول و چیز کار میکنن، مخابرات کار میکنن. رایتل هم احتمالا رایتل رو نمیدونم، تا حالا رایتل نداشتم ولی آره دیگه. خب دیگه ور زدن کافیه. بریم. الان 2 رو زدم، صدا پا دارم اینجا. بیایم اینجا. 2 بات بدبخت افتادم به 3 تا. یکم میس هم زیاد شده، چند وقت کالاف بازی نکردم. تا دستم بیاد اوکیه. تا دستم بیاد انقدر بازیم بهتر میشه، این قبل میشه. انشالله که از قبلم بهتر بشه، انشالله. بچه رنج میزنه. حالا من دارم از نزدیک میزنم.
ولی این رنجش خیلی زیاده. با این بکشم بمیر دیگه. تو هم در نرو کوچولو، بمیر دیگه. نمیمرد سگ جون. بچه من همیشه از این اسنایپر بدم میومد، نمیدونم چرا بدم میاد همیشه از این اسنایپر. هر وقت اسکوپ میگیره دیگه اسکوپو گرفته ول نمیکنه، بده دیگه. ولی خیلی از پلیرها هم هستن اینو باش استفاده میکنن، اصلا یه جوری هم کیل میگیرن هیچکی نمیتونه. بچه با نفر اول توی، حالا با اینجا دارم هی میزنم اینجا رو، اگه نگاه کنید من دوم شدم. صدا رو چرا حفظ کردم؟ دوم شدم توی چیز. نه مثل این که اول دوم، هنوزم که هنوز دوم. دید عجب رنجی زد، وان شات. بعد بچه ها شما فکر کنم احساس میکنید که من از یه جای دیگه برمیدارم اتچمنت ها رو. خب من خودم حالا اگه میتونستم ریکوردم میکردم، من خودم و دوستم به تنهایی میرفتیم اتچمنت تست میکردیم، خوب بود نبود نمیذاشتم، انقدر اتچمنت گذاشتم تا یه دونه خوبشو اتچمنت بافه توی بازی رو من براتون میارم. اگر فکر کنید که از جای دیگه برداشتم اشتباه فکر کردید، من اصلا همچین کاری نمیکنم. من هیچ وقت همچین کاری رو نمی کنم و نخواهم کرد. بریم جلو. چطوری خواسکله؟ بریم. بابا وایس بذار این سیه رو بگیریمش دیگه، اول میشیم. اون داره میره اصلا همونجا، داره میره دنبالش. به همینجا وایس، من همینجا وایس داشمون بیاد. این منتظرم اینی که بالای بیاد. اومد. هورا من برم این پشت. یکی هم اومد اونجا. کسی نیومد. پولا رو هم گرفتیم. یک هم دیگه مونده تا اول بشه. اوه یارمون رو زدن. ببین یه دونه میای اینجا، یه دونه از اینا میندازی. خب بعد میای اینجا آروم. اوه یکی رو زد. یا علی 3 نفرن. بچه میخوام همشون رو بزنم. بچه اگه همشون رو زدم خدا وکیلی لایکو بزنید دیگه. وانشاتم نکردم فقط میخوام بزنمشون. اون که اونجا اصلا این پایینه. میریم سراغ این. بچه 4 تاشون رو میخوام بزنم. وای خیلی لگم. منو زد. وای خب بچه ها رفتیم لابی. من حواسم نبود اصلا یارم مرده. ببینم میام. نه دیگه فکر نکنم بیام دیگه. رفتیم لابی. بذار ببینم. میام. یار نداریم بخوام. فکرم نمیام. ای خدا. دوباره بریم همینجا پاره بشیم. دفعه میخوام این یکی رو بزنم. من چرا رفتم پایین؟ این از این. فاطیما رو زدم. واه چه جوری منو زد.
بذار بچه من میخوام اسنایپ بکشم. 4 شدیم. برا خوبه بچه. ویدیو یکم کم شد، البته نه دیگه 10 دقیقه اوکیه. مرسی که تا اینجای ویدیو رو با من همراه بودید و اینکه تا یه ویدیوی دیگه فعلا خدافظ.